خب ببینید الان برای ایجاد لایه ببینید من الان فرض کنیم این لایه، یه لایه جدید اینجا ایجاد میکنم، میذارم نیو لیر، یه اسم براش میذارم، حالا ویندو. خب بعد ببین دابل کلیک کنم من میتونم اسمشو تغییر بدم. وقتی علامت تیک داره یعنی لایه جاری من این لایه است، یعنی من هر چی بکشم میره تو این لایه. خب رنگشو عوض میکنم اینجا. خب بعد انتخاب میکنم، یکی رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم. خب بعد میام روی این لایه کلیک راست میکنم، میزنم change object layer. خب لایهش کاملا عوض شده. خب بعد برای فریم های پنجره هم حتما یه لایه جدا بسازیم، چون همه اینا قراره یه متریال جدا بگیرن در آینده. فریم یه رنگ بهش میدم. خب انتخابش میکنم با شیفت. اشتباه، این اشتباه انتخاب شد. کنترل نگه میدارم، اینو از حالت انتخاب خارج میکنم. پس با شیفت انتخاب میکنم، با کنترل دیسلکت میکنم، یعنی از حالت انتخاب خارج میکنم. بعد بیارم اینجا کلیک راست میکنم، میذارم change object layer. خب بعد یه چیز دیگه که میخواستم امروز بهتون بگم برای اینکه کاراتون خیلی شیک تر بشه، ناکن من الان اینو زدم، ببینید اینا میبینید یک سر است. خب میام چه کار میکنم؟ یه دستوری هست به نام boolean to object. خب من اینو انتخاب میکنم، اینم انتخاب میکنم. خب حالتهای مختلف داره، همجور کلیک میکنم به من میگه کدوم حالتشو میخوای، به این صورت باشن، به این صورت باشه، یه سوراخی بینشون باشه، یا نه یک پارچه بشه. boolean to object، boolean to object. دوتا آبجکت رو انتخاب میکنی. خب اصلا اینتر نداره، کلیک میکنی حالتهای مختلف رو بهت نشون میده، میخوای به چه صورت باشه. بعد که انتخاب شد اینتر میکنی. من یه جای دیگه اینو بهتون نشون بدم، اینجا شاید خوب خودشو نشون نده. ترکی روشنه. خب الان بهت میگم. ببین مثلا من این رنگش عوض کنم. خب ببین میزنم boolean to object. خب اولی رو کلیک میکنم، دومی رو کلیک میکنم، حالتهای مختلف من نشون میده. هر بار کلیک رو صفحه حالتهای مختلف رو من نشون میده. میگه کدوم میخوام، من اونی که یک پارچه است رو میخوام. بعد اینتر میکنم. ببین یک پارچه شد. پس با boolean to object میتونید فرمایی که ایجاد کردین رو یک پارچه کنید. خب بعد یه چیز مهم دیگه، ببینید الان این دوتا رو، خب من گفتم وقتی اینو کشیدیم تمام شد اینو میکشیم، بعد اینو میذاریم بالاش. خب بعد یه سری خطوط مشترک داشت که من گفتم این خطا رو بکشید که اومدیم بالاش بذاریم اینا دقیقاً لب به لب بشن. درسته؟ من موقعی که خواستم این خط رو بکشم اومدم اینجا دوباره این خط مشترک رو ایجاد کردم. سنتر رو خاموش کنم. خب اومدم اینجا دوباره این خط مشترک رو ایجاد کردم، رسوندم به اینجا. خب این از اینجا تا اینجاست، اینم از اینجا تا اینجاست، یه دونه هم کوچیک‌تر داریم از اینجا تا اینجاست. خب من اینو CO میزنم، کپی اینتر میکنم، حتی سی باید میزدم. خب بعد این گوشه رو میگیرم، گوشه این با گوشه این برابره دیگه، میارم اینجا. خب بعد اینو قفل میکنم که یادم باشه خواستم اینجا خط بکشم. خب و بعد انتقال بدم اینا باید توی راستا باشن که بعدن اینو وقتی من برداشتم بیاد بالای سطح این قرار بگیره، عقب جلو نشه. ببین یه خط اینجا ایجاد شد. اوکی؟ تو همین راستا من بعد اینا رو بکشم. وقتی خطوط مشترک دارین حتما این کار رو انجام بدین. مثلا الان اینجا هم دوباره یه خط مشترک تو اون پلان دارم. من این خط رو میکشم،
سی اینتر این انتخاب میکنم از این گوشه، از این گوشه مشترک میارم اینجا. درسته؟ اومد اینجا. بعد اینو قفل میکنم. یه چیز دیگه این که این گوشه مشترکی که اینجا وجود دارم چیز نکشیده بودیم مایده نکن. اینجا رو میبینی؟ من این گوشه مشترک اونجا هم باید داشته باشم. برای منه؟ خب خودم نکشیده بودم. خب قفلش میکنم. اوکی. خب پس الان چی یاد گرفتیم؟ یه دستور بولیان، یه بولیان تو آبجکت، یه دونم لیر رو یاد گرفتیم. یه دستور دیگه هم از برای پله که اینو بکشیم بعد بهتون میگم. خب یعنی من میخوام الان این دیوار داخلی ها، این دیواره‌ای که اینجا وجود داره همه کشیده بشه، پنجره‌هاش هم کشیده بشه. اینجا هم که بلدید فریم بندی کنید دیگه. این پنجره 4 تاییه، این 3 تاییه، این 2 تاییه. این نمونه‌ای که من کشیدم ببینید 3 تایی، 4 تایی، اینم 3 تایی هست. اینو برای من بکشید بعد بریم حالا سراغ پله و قوانینی که داره برای کشیدنش. خب چیکار کنم؟ الان بریم پایین یه سر بعد بیایم بالا. اینجور مواقع چند تا روش وجود داره. یکی از طریق استیباندی میتونیم بریم، ولی یه اتفاقی میفته اگه من این کار بکنم. اول بذارم این 40 سانت رو من اینجا ایجاد کنم. ببینید من از اینجا بذارید اینو ایزوله کنم. دستور ایزوله رو که بهتون یاد دادم. با چجوری ایزوله میشه؟ شورتکاتش چیه؟ نه هیچ از اینا اینجا فعال نیست. فعال نیست. بذارین دستور ایزوله رو براتون ایجاد کنم. همتون برین تو تولز آپشن، توی تولز آپشن، توی کیبورد. خب تولز آپشن کیبورد، توی نه شیفت هوم، کنترل آلت کیو. جلوی کنترل آلت کیو یکی از دستورات کپی کنید، جلوی کنترل آلت کیو پیست کنید. بعد اینجا بنویسید ایزولیتد. ببینم اوکی میشه. کنترل آلت کیو، کنترل آلت کیو نشد. صبر کن من ایزوله رو اشتباه نوشتم. بهتون میگم دوباره. صبر کن. کنترل آلت کیو کو تو تولز آپشن توی کیبورد. خب بیاین جلوی کنترل آلت کیو اینجا پیدا کنید. کنترل آلت کیو رو خب اینجا. خب یکی از دستورات رو کپی کنید، اینجا پیست کنید، بنویسید ایزولیت. اینو بنویسید بعد اوکی کنید. اوکی. خب کنترل آلت کیو. خب من کنترل آلت کیو میکنم که روی این راحت تر کار کنم. خب بعد میام چیکار میکنم؟ یه باکس اینجا ایجاد میکنم به ارتفاع -4 که بیاد پایین. خب بعد میخوام این پنجره
اندازه این باشه، یعنی زیر این قابه بیاد تا اینجا. خب من اگه اسکیل 1D بزنم، اینو انتخاب کنم، اینا همشون رو با شیفت انتخاب کنم. خب همشون رو انتخاب میکنم، اینتر میکنم، یه گوشش رو میگیرم، دوباره گوشه بالاییش رو میگیرم، میرسونم به پایین این. خب ولی یه اتفاق میفته، گاهی اوقات وقتی دارین این کار میکنید این ضخامتاتون فشرده میشه. خب به خاطر اینکه از بالا کشیدین به سمت پایین. خب خوبی؟ آره. ضخامتاتون فشرده میشه. خب برای اینکه جلوی این کار رو بگیریم، یه کار دیگه ای من میتونم انجام بدم. یه دستور دیگه ای هست. من همه اینا رو انتخاب میکنم، اول گروپش میکنم، میزنم گروپ، اینتر میکنم. خب این شد یه گروپ. خب بعد میام توی قسمت، ببینم من پیداش کنم، توی سالید تولز، اینجا سالید تولز اینو میزنم. خب میاد تمام اون کنترل پوینت هاشو به من میده. من اگه کنترل دابلیو کنم شما میبینید کنترل پوینت هاشو به من داد. میام کل کنترل پوینت ها رو انتخاب میکنم، شاید گفتنش سخته، انتخابش میکنم، بعد با کنترل اونایی که نمیخوام و غیر فعال میکنم. خب چون من فقط کنترل پوینت بالا رو میخوام، درسته؟ بعد میام چیکار میکنم؟ ام رو میزنم، اینتر میکنم، میزنم ورتیکال، اینو از بالا میارم تا پایین. دقیق ببینم، من بعد انتقال دادم. دوباره ورتیکال از اینجا برسه به اینجا. اوکی. سخت بود؟ دوباره بگم؟ بذارید من اینو استاپ بزنم. وقتی که شما الان این حجم رو کشیدید، بعد یهویی میخواین خطای افقی اون پایین بکشید. خب بعد خطتون میاد بالا، خراب میشه. چیکار کنیم؟ میایم توی نمای تاب، بذار من همه اینا رو قفل کنم که راحت خط بکشم. خب میام تو نمای تاب، اینجا این پایین دستور پراجکت رو میزنم. پراجکت وقتی روشن باشه، شما هر خطی رو بکشید روی کف زمین ایجاد میشه. اینجا پراجکت، این باید روشن باشه موقعی که میخواین تو نمای تاب خط رو کف زمین بکشید. من الان این خطا رو میکشم. خب آره میدونم یه سری رو نکشیدیم، لپتاپت هم داره خاموش میشه باشه. خب الان اوکی میکنم. کی که داره چک میکنه؟ ما پایین بودیم، تو عکس ها فیلم هم هستیم. خب اینم تا اینجا، این خط این کشیده بودم، خط کشیده بودم. اینم کشیدیم، اینم کشیده. فاطمه کی سیستمتو میگیری؟ ببینم بشین تو کلاس کار کنی. زود یاد میگیری. آره خب چی؟ نه. من تازه اومدم این دانشگاه. شما اولین دانشجو این دانشگاه منی. بچه دانشگاه خب ببینید همه رو پایین گوشم. آره واقعا دوستتون دارم، جدا ضبط نشه اینا، ضبط شد. خب خب اینو میارم اینجا، یه کپی ازش ایجاد کردم. خب بعد چیکار میکنم؟ قفلش میکنم. سی زدم، اینتر کپی کردم، همین. اینو انتخاب میکنم، اینو انتخاب میکنم. خب کنترل آلت کیو رو میزنم. چرا کنترل آلت کیو؟ چون برای مائده من اینجا تو تولز آپشن کیبورد کنترل آلت کیو رو برای ایزوله انتخاب کردم. برای یه سریتون
کنترل شیفت کیو انتخاب شده درسته، ولی برای مائده کنترل آلت کیوه. خب ایزوله شد. من این بالایه رو الان میخوام قفل کنم، انتخابش میکنم با قربیلک وسط موس قفل رو میزنم. اگر نداشتین احیانا توی استاندارد برید اینجا علامت قفل رو بزنید. خب بعد کلش رو انتخاب میکنم، گروپ میکنم، گروپ. بعد از اینکه گروپ شد انتخابش میکنم، میرم توی سالید تولز، این دستور رو میزنم turn on solid control point. خب تمام کنترل پوینت ها انتخاب میشه. خب من میخوام تمام این بخش بالایی رو بکشم پایین، یعنی فکر کنید کل این و این یه تیکه باید بیاد پایین بره زیر این، درسته؟ یعنی 40 سانت باید همشون بیان پایین. خب میام چیکار میکنم؟ امو میزنم، دستور موو، امو میزنم، اینتر میکنم، کلشو امو میزنم، اینتر میکنم، کلشو ای بابا، باید اول کنترل پوینت ها روشن باشه. تمام. بعد امو میزنم، اینتر میکنم، کلش رو انتخاب میکنم. من فقط کنترل پوینت ها رو میخوام، برای همین کنترل رو نگه میدارم. ببینید اینا رو دیسلکت میکنم. تمام. اینتر میزنم، ورتیکال، یه گوشه انتخاب، میارمش پایین. اوکی؟ خب ببینید الان به بهتون میگم، میدونین چرا؟ من وقتی کنترل پوینت رو اینو انتخاب کردم، کنترل پوینت رو زدم، بعد اسکیپ کنید. اسکیپ اون گزینه بالایی که تو کیبورده. بعد امو بزنید، اینتر کنید، دستور رو برید. اوکی؟ شما رفته بودی مایده؟